خوبه. منم تو کویت به دنیا اومدم. نه چرا؟ تو تهران بدونی؟ نه. چرا؟ تو کویت پس چرا بلدم عربی حرف بزنم؟ مثلا تو عربی بلدی حرف بزنی؟ آره. کو؟ میدونی شوفه یعنی چی؟ شوفه؟ یعنی ببین. جدی میگی؟ او تو که عربی بلدی، فارسی بلدی. لیش میدونی یعنی چی؟ یعنی چرا. لیش؟ یعنی چرا؟ چه باحاله. تعال میدونی یعنی چی؟ تعال نه. یعنی بیا. روح میدونی یعنی چی؟ روح؟ آره. یعنی برو. آفرین. له میدونی یعنی چی؟ له؟ یعنی نه. یه سری کلمات فارسی هست. تو تا حالا کویت رفتی؟ من نه. من رفتم. بابا بی خیال. کی رفتی؟ کجا رفتی که ما خبر نداریم؟ با یارا رفتم کویت. بابا بی کی؟ کی؟ بابا اون تو هم کویت اومدی. یادم نمیاد والا کویت رفته باشه. بابا اونجایی که با یارا رفتیم یادت نیست رفتیم شی خوردیم. اونجا کویت بود؟ آره. اونجا مازندران بود بابا. نه کویت بود اونجا. اونجا کویت بود. یادت نیست. یادم رفته. من فکر کردم رفتیم مازندران.